سلام، به حال دوچ خوش اومدید. موضوع این ویدیو ein cooles Berliner Brauch. Was ist das Berliner Kindl؟ یک سنت جالب برلینی. برلینر کیندل چیست؟ همراه ما باشید که با این سنت آشنا بشیم، همچنین نکات گرامری و کلمه های اون رو بررسی کنیم. In Berlin gibt es eine sehr interessante Tradition namens Berliner Kindl. در برلین یک سنت بسیار جالب به نام برلینر کیندل وجود دارد. Diese Tradition ist besonders an Sonntagen im Winter populär. این سنت به ویژه در روزهای یکشنبه در فصل زمستان محبوب است. Kinder gehen durch die Straßen der Stadt und wünschen den Passanten Glück und Gesundheit. کودکان از خیابان‌های شهر عبور می‌کنند و برای آبرین آرزوی خوشبختی و سلامتی می‌کنند. Sie tragen bunte Kostüme und gehen oft mit einem Lächeln und fröhlichen Gesichtern. آنها لباس‌های رنگارنگ می‌پوشند و معمولاً با لبخند و چهره‌های شاد در خیابان‌ها راه می‌روند. Die Tradition hat eine lange Geschichte und zeigt die Bedeutung von Freundlichkeit und Gemeinschaft in Berlin. این سنت تاریخچه طولانی دارد و نشان دهنده اهمیت مهربانی و همبستگی در برلین است. In der Vergangenheit haben sich die Kinder als Berliner Kindl verkleidet, den Menschen gute Wünsche zu bringen. در گذشته کودکان به عنوان برلینر کیندل لباس می‌پوشیدند تا برای مردم آرزوهای خوبی بیاورند. Heute wird die Tradition weiterhin gepflegt und ist ein schöner Teil der Berliner Kultur. امروز نیز این سنت همچنان حفظ می شود و بخشی زیبا از فرهنگ برلین به شمار می آید. یک گرامر بسیار مهم که در مکالمه به ما کمک میکنه ساختار zu هست در جمله den Menschen gute Wünsche zu bringen. طرز استفاده هم در متن دیدیم. اول میاد، جمله ما که داشت به پایان می رسید، زو میاد و بعد از زو فعل ما در حالت مصدر قرار میگیره. مثال های دیگه ای که میتونیم بگیم Ich lerne Deutsch in Deutschland zu arbeiten. من آلمانی یاد میگیرم، من زبان آلمانی یاد میگیرم تا در آلمان کار کنم. هدف ما رو میرسونه. قصد یا دلیل جمله قبلی را به ما میگه. یک مثال دیگه geht ins Fitnessstudio fit zu bleiben. او به باشگاه می رود تا سالم بماند. تعدادی کلمه مهم که میتونیم بهشون اشاره بکنیم. Die Tradition به معنای سنت. Die Gemeinschaft همبستگی. Der Passant aber. Die Geschichte تاریخچه یا قصه یا داستان. Die Kultur به معنی فرهنگ. خیلی ممنون که تماشا کردید. امیدوارم براتون مفید باشه. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که از ویدیوهای بعد با خبر بشید. حمایت شما باعث میشه کیفیت ویدیوها بیشتر بشن و اگر پیشنهادی یا انتقادی هست ممنون میشم در کامنت ها بنویسید. حتما رسیدگی میشه. تا ویدیو بعد، چوس!